دومین بار من همچین چیزی میبینم اینجا. خب ببین محمد، ببین محمد، یه ذره نور میبینی؟ یک ذره ما نگاه کن. دیدی؟ نگاه کن، نگاه کن. آخه چرا قوه اینجا مثل چی نیست داداش، چرا قوه نیست. نگاه یه شخص، یه شخص نورانی. آره شخص، چرا قوه نیست. یه انسان نورانی و هر چیه یه موجود نورانیه. نور رو ببینی اصلا پروژکتوره چیه این؟ چرا قوه اینجا با کل اتاق روشن. جالب این داشت میگه من اونجا وایساده بودم اصلا چراغ نمیدیدم، فقط دوربین من فقط گرفته این. دوربین میگیره. دوربین نه، مادون قرمزه. این مادون قرمزه میگیرن. یا اون مادون. نگاه کن. نه چه نوری داره. از پروژکتوری که ما اینجا داریم روشن می‌کنیم قوی‌تر می‌زنه. به اتفاقا محسن گفتم اگه انعکاس بود، انعکاس چیه؟ یه دونه به وسط می‌زدیم همه جا انعکاس. کجا انعکاس؟ نگاه کن، نگاه. کل محیط روشن شده، انبار اینجا ما رنگش نیست، رنگ سبز شد. سبز شد.